این ترانه انیخترش 2 روز پیش تولید شد. یاران قدردانم مهر و وفا کجا شد، آدمگری میان ما و شما کجا شد. این موضوع روز شده است. از برادر عزیزمان کوهزاد جان خواهش کردم این شعرک را نویسند. یک خرسک برای کوهزاد میزنیم، من بعد دعوت بکنم. همین سرود را ما به طرز زنده یک خرس به گروه نوازنده ها میزنیم. قربان شما عزیزان. یارانی قدردانم مهر و وفا کجا شد، آدمگری میانی ما و شما کجا شد. حرفی دروغ بر لب بسیار گشت آخر، انسانی راست قبل و عقلی رسا کجا شد. انسانی راست قبل و عقلی رسا کجا شد. هر جا بگوش آید الفاظی زشت و ناجا، گوی ده عزیزان شرم و حیا کجا شد. بیگانه گشت دادر از خواهر و برادر، در بینشان ندانم آن رفت و آ کجا شد. در بینشان ندانم آن رفت و آ کجا شد. دستاش مادر پدر جگر خون فرزند را غم نیست، فرزندی غم گسار و مشکل کشا کجا شد. بر صدر زنی سر خرزد نمیدهد کس، دارندگان دنیا خیر و سخا کجا شد. دارندگان دنیا خیر و سخا کجا شد. کوهزاد دل شکسته از دست چند ناکس، بر قلبی سنگ آنم ترسی خدا کجا شد. در قلبی سنگ آنم ترسی خدا کجا شد. یارانی قدردانم مهر و وفا کجا شد، آدمگری میانی ما و شما کجا شد. آدمگری میانی ما و شما کجا شد. بگذار همه مهر و وفا کنده نشود، همیشه با محبت باشیم عزیزان، با دیگر محبت داشته باشیم، همدیگر را احترام گذاریم، قدر همدیگر را دانیم. برای کوهزاد جان یک خرسک میزنیم. زنده باشید. خب من میدونستم که گلها خیلی زیادن، به همین خاطر من یک چیزی آوردم که دیرتر خزان میشود و این هدیه برای شما و امیدوارم که باز هم همکاری ایجادی ما بیشتر میگردد و سپاس میگویم که شما با صدای جذابتان شعرهای ما مشهور میکنید و در همون تالار نشستم. باور کنید وقتی که میسرودید شخصا شعرهای خودم رو من بدنم گفتی نگناتی و بجمک میزده. خب من
تمنا میکنم در روز غلبه شما دائم غالب آید به هنری بلند و معنی سرا باشید. و این صبح نیز یک 4 مصرع برای شما نوشتم، با همین اکتفا میکنم. و شما گفتید که هوا گرد و غبار داشت، چرا چنین شد؟ من گویم سببش رو چی؟ این از پاکی دل شما آگاهی میدهد، زیرا که دلی پاک دارید واقعا. و در جاده عشق و وفا فرهادی دوران بوده است، عمر تبسم در لبش او شاد دوران بوده است. عاشقترین آوازخوان در دوره ما و شما، دانید ای دلدادگان شهزاد دوران بوده است. به خاطر شهزاد برایشان در جاده صنعت قله های بلند را تمنا میکنیم. تشکر استاد.